وایسا یک کشف جدید کردم. میگم قرآن در زندگی ما یک عامل اضافیه. اینو من نمیگم ویدیو رو ببین. قرآن در جامعه ما یک عامل اضافیه. فرض بگیریم امشب همه ما که خوابیدیم یا یک شبی که همه خوابیدیم صبح بلند بشیم ببینیم هیچ کدوم از نسخه های قرآن تو جامعه ما نیست. وزارت اقتصاد ما تغییری میکنه، وزارت فرهنگ ما چه تغییری میکنه؟ من در محضر امیرالمومنین شهادت میدم هیچ. آموزش پرورش ما هیچ تغییری نمیکنه. خانواده های ما تقریبا هیچ تغییری نمیکنه. گفت خانواده های ما هیچ تغییری نمیکنن. ولی یک کوچولو حاج آقا شک کردی به خودت، به خدا. من حتی یه چیز بالاتری به شما بگم، حتی حوزه های علمیه ما هم تغییری نمیکنه. تو حوزه علمیه قم هیچ تغییری به وجود نمیاد. خدا مگم با قرآن این همه حاج توسی و شاگرد حاج توسی و برادران با جناب توسی و ها؟ بذار قرآن باشه.